استاد سوال اخیرشون برنامه منبر مهاجر است. در مورد عزت امان که مبلغی که باید پرداخت میکرد پرداخت کرده شد، ولی باز هم یعنی که پروکورور برای او 9 سال طلب کرده است. چی فکر دارید؟ من فکر میکنم که طلب کردن 9 سال از طرف پروکورور البته خیلی زیاد بود، اما نباید فراموش کرد که همه پروکورورها در محاکمه سعودی طلب میکنن ولی حرف نهایی را سود میزند و البته در تاجیکستان این نیست که 90% تجربه سعودی تاجیکستان همین است که دعوای پروکورور یا پوره یا قسما عملی می شود. خیلی به ندرت هست، نادر هست که در تاجیکستان سود بیاید در خصوصا در همین مثلا سود چهره‌های سیاسی حرف پروکورور را رد کند و سفید کند. اما من امید دارم که چون قانون عفو قبول شد و جنایت‌های اقتصادی جزء قانون عفو خواهند شد و نابسته از آن که پروکورور چند سال برای عزت امان طلب کرده است، امیدوارم دعا میکنیم که انشاءالله عزت امان در اساس این قانون عفو آزاد خواهد شد. سلامت باشید استاد، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان برنامه امروز منبر مهاجر شدید. خداوند نگهبانتون.